یکی از بزرگترین ستارگان سینمای هند، سری دیوی به طرز ناگهانی در یک وان حمام جان خود را از دست داد. آیا این فقط یک حادثه بود یا اینکه پشت پرده این ماجرا رازهای تاریکی نهفته؟ تا آخر این ویدیو همراه ما باشید تا پرده از این رازها برداریم و به داستان شگفت‌انگیز زندگی و مرگ این ابرستاره نگاهی بندازیم. سری دیوی با نام واقعی شری آمایانگر آیاپان در 13 اوت 1963 در روستای مینیمپتی تامیل نادو به دنیا اومد. از کودکی به هنر و سینما علاقه‌مند بود و همین علاقه او رو به دنیای بزرگ بالیوود کشوند. خانواده سری دیوی نقش مهمی در شکل‌گیری آینده او داشتند و همیشه از او حمایت کردند. مادرش در مصاحبه‌های متعدد گفته که سری دیوی از همون بچگی عاشق بازیگری بود و همیشه روبروی آینه نقش بازی می‌کرد. اولین حضور سری دیوی در دنیای سینما در سن 4 سالگی و با فیلم تامیل تانایوان آغاز شد. اما ورود جدی او به بالیوود با فیلم جولیه در سال 1975 بود. این فیلم‌ها فقط شروعی برای درخشش او در دنیای سینمایی بودند. سری دیوی با تلاش و استعداد بی‌نظیرش تونست در مدت کوتاهی جایگاه خودش رو به عنوان یکی از بازیگران برجسته بالیوود تثبیت کنه. سری دیوی با فیلم‌هایی مثل مستر ایندیا، چاندنی لمه، انگلیش وینگلیش جایگاه خودش رو به عنوان یکی از بهترین بازیگران بالیوود محکم کرد. او با بازی‌های بی‌نظیرش خودش رو توی قلب میلیون‌ها نفر جا کرد و به یکی از نمادهای سینمای هند تبدیل شد. نقش‌هایی که سری دیوی بازی می‌کرد همیشه متنوع و چالش برانگیز بودند و اون تونست با بازی در هر نقش جدید خودش رو باز تعریف کنه. بازی سری دیوی در فیلم مستر ایندیا در نقش یک خبرنگار شوخ و جذاب تونست یکی از به یاد موندنی ترین کاراکترهای سینمای هند رو به تصویر بکشه. سری دیوی نه تنها در بالیوود بلکه با ورودش به هالیوود و فیلم‌های بین‌المللی اسم خودش رو جهانی کرد. حضور در فیلم‌هایی مثل د جانگل بوک و مام نشان از توانمندی و انعطاف پذیری اون داشت. سری دیوی با بازی کردن در فیلم مام به عنوان یک مادر قوی و مصمم تحسین‌های زیادی رو کسب کرد و جایزه‌های زیادی رو به خونه برد. در سال 1996 با بونی کاپور تهیه کننده معروف بالیوودی ازدواج کرد. این ازدواج یکی از موضوعات پر سر و صدا در رسانه‌ها شد. سری دیوی و بونی کاپور 2 دختر به نام‌های جانوی و خوشی دارند که هر دوتاشون به دنیای سینما علاقه‌مندند. بونی کاپور همیشه در کنار سری دیوی بود و ازش حمایت می‌کرد. این زوج هنری یکی از محبوب‌ترین زوج‌های بالیوود بودند. سری دیوی نه تنها در سینمای هند بلکه در سطح جهانی تأثیرگذار بود و با بازی‌های خیره کنندش نشون داد که یک بازیگر واقعی میتونه مرزها رو بشکنه و به قلب‌ها نفوذ کنه. او جوایز متعددی دریافت کرد و همچنان به عنوان یک نماد در سینمای جهان شناخته میشه. سری دیوی با توانایی‌های بازیگری بی‌نظیرش تونست الهام بخش نسل‌های جدیدی از بازیگران بشه و راه رو برای زنها در صنعت سینما هموار کنه. در 24 فوریه 2018 خبر مرگ سری دیوی در وان حمام هتلی در دبی دنیا رو شوکه کرد. برخی از گزارش‌ها حاکی از این بود که مرگ او به علت غرق شدن اتفاق افتاده، اما شایعات و سوالات زیادی در این مورد مطرح شد. اون برای شرکت در مراسم عروسی یکی از اقوام به دبی رفته بود. بونی کاپور همسر سری دیوی در مصاحبه‌ها گفته بود که سری دیوی تنها در هتل بوده و برای یک شام رمانتیک با همسرش داشته آماده می شده. بونی وقتی به اتاق برگشته دیده که سری دیوی در وان حمام بیجان افتاده. گزارش‌های اولیه نشون داد که مرگ اون به علت غرق شدن بوده، اما شایعات مختلفی در این باره پخش شد.
بعضی‌ها معتقد بودند که مصرف مشروبات الکلی و داروهای مختلف ممکنه باعث از دست رفتن تعادل اون شده باشه. همچنین بعضی دیگه به شایعات قتل اشاره کردند، اما هیچ مدرک قاطعی برای اثبات این ادعاها وجود نداشت. مرگ سری دیوی همچنان یکی از مرموزترین و بحث برانگیزترین مرگ‌های بالیوود باقی مونده. واکنش‌های مردم و هنرمندان به مرگ سری دیوی بسیار عاطفی و تکان دهنده بود. بسیاری از همکاراش در بالیوود از دست دادن اون رو یک ضایعه بزرگ برای صنعت سینما دونستند. طرفداراش در سراسر جهان به یاد او مراسم‌های یادبودی برگزار کردند و نام او را همیشه در قلب‌های خودشون زنده نگه داشتند. اگه از این ویدیو لذت بردید و دوست دارید بیشتر درباره زندگی و رازهای هنرمندان بزرگ بدونید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندید. همچنین نظرتون رو درباره سری دیوی و شایعات مرگش در وان حمام با ما در میون بذارید. به نظرتون آیا پشت پرده این ماجرا چیزی هست که ما نمیدونیم؟